إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 94 از آموزش توحید است و ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه به شما یک چند مسائل دیگری را از موضوع توحید الوهیت بیان خواهیم کرد. اولین موضوع این است که توحید الوهیت بدون کفر بر طاغوت به وجود نمی آید. ای برادرم و خواهر موحدم، توحید الوهیت همان وقت صحیح می شود، درست می شود و قائم می شود و به وجود می آید که کفر بر طاغوت به وجود آید. در مسئله الکفر بالطاغوت، در این موضوع بزرگ، اولین فرض کرده الله ما درس‌های الهیده کرده ایم. در این درس‌های توحیدی هم در حلقه‌های اول وجود دارد و این چنین درس‌های خاص کفر بالطاغوت، کفر بر طاغوت وجود دارد که می توانید ان شاء الله پیدا بکنید و حتما گوش بکنید که کفر بالطاغوت اولین فرض کرده الله است و بدون کفر بالطاغوت توحید شما صحیح نخواهد شد. بارک الله فیکم. باید بدانید توحید الوهیت به خودش دو رکن دارد. رکن یعنی چیزی اساسی دارد، ریشه دارد، دو ستون دارد که وقتی یکی از این دو نابود شد، وقتی یکی از این دو به وجود نآمد، توحید الوهیت نیز نابود می شود و بارک الله فیکم صحیح نمی شود. اولین رکن توحید الوهیت این عبادت الله سبحانه و تعالی وحده لا شریک له است. عبادت نمودنی یکتا و یگانه الله است، یعنی انسان یگانه الله را عبادت بکند، تمام عبادتهایش به الله باشد و دعایش به الله باشد، برای آنکه دعا هم عبادت است. از غیر الله دعا نکند، دعای طلب از غیر الله طلب نکند، از غیر الله امید نکند و به غیر الله عبادت را انجام ندهد، به غیر الله عبادت را انجام ندهد. یعنی دعایش و عبادتش تنها به الله باشد. این اولین رکن توحید الوهیت که با این توحید الوهیت سه میشد. و دومین چیزی که توحید الوهیت با وجود آمدنش صحیح می شود و قائم می شود، رکن دوم این الکفر بالطاغوت است، یعنی نفی و اثبات. لا اله الا الله، نیست معبودی بر حق بجز الله، انا من توحید الوهیت است. لا اله الا الله، نیست معبودی بر حق بجز الله، بیان کننده توحید الوهیت است، نازل شده برای توحید الوهیت است. مقصد این کلمه توحید الوهیت است، یعنی یگانه دانستن الله در عبادت و کفر ورزیدن به طاغوت. لا اله الا الله، نیست معبودی بر حق بجز الله. این چیست؟
لا اله الحق کفر بالطاغوت، نفی، انکار کردن، رد نمودن، الا الله اثبات نمودن الله سبحانه و تعالی. نفی نمودن لا اله الحق، نیست معبودی بر حق. یعنی تمام این معبودهایی که انسانها در این دنیا می پرستند، عبادت می کنند، یهودها به خودش سبحان الله قاعده و قانون دارد، میگوید عزیر پسر الله هست. این چنین نصرانی ها عیسی پسر الله هست میگوید. یعنی انبیا را اینها می پرستند. کسانی است که آفتاب را می پرستند، کسانی است که گاو و خر و دیگر نمود حیوانات را می پرستند، کسانی است که قبر را می پرستند و خودش را مسلمان می گوید. از هر یک امت، یهود هم ببینید مشرک شده است، نصرانی مشرک شده است، و از امت محمد صلی الله علیه و سلم هم کسانی هستند که لا اله الا الله می گویند، اما انمین لا اله الحق به عمل نمی کنند. یعنی قبر می پرستند. معنای لا اله الحق همین است که قبر رو باید انکار بکنید، بجز الله رو باید عبادت نکنید، اما قبر پرستی میکنند. پس این همه عبادت هایشون باطل است، این همه اله ها باطل است، مزارها باطل است، این قبرهایی که پرستیده میشد همش باطل است. بجز الله هر الهی که عبادت کرده میشود این الهی باطل است، الهی که دروغین است، خود انسان ها ساختند. الله به این اله ها اجازت نداده است و الله به انسان ها هم اجازت نداده است که به غیر الله را عبادت بکنند. لا اله الحق انمین نفی، انکار کردن کفر بالطاغوت است. یعنی انسان باید کفر ورزد. کفر ورزد یعنی انکار بکند، قبول نکند، ترک بکند، دور بشود و اعتقاد بکند که انمین چیزها باطل است، طاغوت باطل است. لا اله الحق. پس توحید الوهیت همان زمان صحیح می شود که نفی به وجود آید، کفر بالطاغوت به وجود آید. کفر بالطاغوت چگونه به وجود می آید؟ کفر بالطاغوت همان وقت به وجود می آید که انسان اول طاغوت را شناسد و بعد از اینکه طاغوت را شناست از طاغوت خود را دور بگیرد. چگونه؟ وجتنبوا الطاغوت که الله گفته است. چگونه از طاغوت دور می شود؟ اولا اعتقاد می کند که این طاغوت باطل است، اعتقاد می کند که عبادت کردن طاغوت باطل است و بعد از این به زبانش انکار می کند و طاغوت را تکفیر می کند و سب و دشنام می کند و در حالت قدرت نابود می کند و اما قدرت نداشته باشد از اونجا هجرت می کند. انمین است کفر بالطاغوت و براءت نمودن از طاغوت. پس توحید الوهیت دو رکن دارد. چخیده که لا اله الا الله دو رکن دارد. لا اله الا الله انمین توحید الوهیت است، نفی و اثبات. توحید هم این است، نفی و اثبات. عبادت الله و کفر ورزیدن به طاغوت، یعنی کفر ورزیدن به طاغوت و براءت نمودن از طاغوت و عبادت نمودن الله. پس طاغوت چیست؟ شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله میگند الطاغوت کل ما عبد من دون الله و هو راض. طاغوت همان چیزی است که طاغوت هر چیزی که پرستیده شود در حالتی که او از پرستیده شدن راضی باشد. چیزهایی که جان ندارد، چیزهایی که راضی شد یا نشد به او گفته نمی شود، این چیزها را ما طاغوت گفته نمی توانیم. میگیم که انسان ها به خودشان یک درخت را، یک سنگ را طاغوت گرفتند، اما سنگ بی جان و درخت بی جان را طاغوت گفته نمی توانیم، برای اینکه درخت و سنگ راضی نیست که عبادت کنند. یعنی مردم سنگ و درخت را وقتی که عبادت میکنند، سنگ و درخت از این عملشان راضی نیست. سنگ، درخت و هر چیزی که در روی زمین است الله را عبادت میکنند. اما انسان هایی که پرستیده میشوند بجز الله و از همین پرستیده شدنشان راضی باشند، انمینا طاغوت میشن. مثلا یک شیخ صوفی هست، آدم های عادی میروند به این پیشوایشان سجده میکنند. این شیخ هم، این امام هم، این ایشانشان هم راضی است که مردم به این سجده بکنند، انمی طاغوت است. سبحان الله. یک امام یا یک حاکم میبرد
میگد که به من اطاعت میکنید، به حکم من اطاعت میکنید. مردم هم اطاعت کردن، پس به خودشون طاغوت گرفتند. پس هر کسی که عبادت کرده می شود در حالتی که او راضی است، همین طاغوت است. و ابن القیم الجوزی میگن که الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع. یعنی همه پیروی، همه نمودی اطاعت و همه نمودی مراجعت نمودن به محکمه ها که بغیر الله باشد، همه نمودی پیروی که از پیروی الله رسول نباشد، همه نمودی اطاعتی 100% که از اطاعت الله رسول نباشد، همه نمودی مراجعت نمودن به محکمه هایی که از محکمه الله رسول نباشد، من دون الله باشد. انا همین طاغوت پرستی است و انا من چیزها طاغوت است. پیروی غیر الله این پیروی طاغوت است. اطاعت کردن غیر الله رسول اطاعت کردن طاغوت است. مراجعت کردن به محکمه های غیر الله رسول مراجعت کردن به محکمه های طاغوتی است. الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیه 256 میگوید فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقى. پس هر کسی که کفر بر طاغوت ورزید و ایمان به الله آورد، البته به درستی که چنگ زده است بر اسمان آهنین، بر اسمان مستحکم، یعنی بلا اله الا الله چنگ زده است، یعنی موحد شده است. هر کسی که کفر به طاغوت دارد و ایمان به الله دارد بعد موحد می شود. در این آیت سوره بقره آیه 256 الله کفر به طاغوت را پیش از ایمان به الله ذکر کرده است. چرا؟ برای آنکه کسی که ایمان به الله می آورد، کسی که الله را عبادت می کند اما کفر بر طاغوت ندارد، ایمان به طاغوت دارد، عبادت او، ایمان او به الله قبول نیست. یعنی میگوید که من ایمان آوردم به الله، ایمان دارم به الله، اما کفر به طاغوت ندارد. اصلا کفر به طاغوت را نمیفهمد، طاغوت پرست است، ایمان به طاغوت دارد. این انسان ایمانش صحیح نیست. این انسان به عباره شرعی کافر است یا مشرک است و مرتد است. بارک الله فیکم. پس همان وقت ایمان بنده به الله صحیح می شود، همان وقت ایمان من و شما صحیح می شود که کفر به طاغوت داشته باشیم. همان وقت توحید الوهیت ما، توحید ربوبیت ما، توحید اسما و صفات ما و بالخصوص توحید الوهیت ما صحیح می شود، درست می شود، قبول می شود که کفر بر طاغوت داشته باشیم. اگر کفر بر طاغوت نداشته باشیم توحید ما صحیح نیست، عبادت های ما قبول نیست، حج و عمره و زکات و نماز و صدقه و آداب و اخلاق و حرمت پدر و مادر و قربانی و هیچ عمل در نزد الله قبول نیست. چرا؟ برای اینکه عمل ها همان وقت قبول می شوند که توحید الوهیت شما صحیح باشد، توحید الوهیت شما درست باشد. وقتی که توحید الوهیت شما درست نیست عمل شما هم درست نیست. توحید الوهیت شما کدام وقت صحیح می شود؟ همان وقتی که کفر به طاغوت داشته باشید. وقتی که کفر بر طاغوت ندارید توحید الوهیت شما صحیح نیست. وقتی که توحید الوهیت شما صحیح نیست عملهای نیک شما، عبادتهای شما قبول نیست و صحیح نیست. پس باید انسان کفر ورزد به همه معبودهایی که بغیر از الله وجود دارد. اما امروز یک مسئله معاصر این است که بسیارند کسانی که خود را مسلمان میگویند، از امت محمد صلی الله علیه و سلم میگویند، اما اصلا کفر به طاغوت را نمیدانند و این عبادت بزرگ را انجام نمیدهند و به این عبادت عمل نمی کنند. کفر بر طاغوت نمی ورزند، یعنی طاغوت را انکار نمی کنند بلکه ایمان به طاغوت دارند. اطاعت به غیر الله می کنند یا اطاعت 100% پدر و مادر. بله امروز شما به چشم سر خود می بینید که انسان‌های هستند که پدر و مادر خود را طاغوت گرفتند. هر چیزی که پدر و مادر گفت سخن پدر و مادر قانون است.
گفت نماز نمیخوانی، نماز نمیخوانند. گفت یک امر الله را ترک میکنی، امر الله را ترک میکنند. چرا که پدر و مادرشون از قرآن و سنت، از امر الله رسول بالا میستند. آیا طاغوت گرفتند؟ بله طاغوت گرفتند. چرا که پیروی از غیر قرآن و سنت، پیروی از غیر الله رسول کردند. چرا که اطاعت به غیر قرآن و سنت کردند، اطاعت به غیر الله رسول کردند. انمین بود مشرکی قریشی که پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدند، اون عرب ها، اون جاهلیت، اون قومی که مشرک بودند، پیامبر صلی الله علیه و سلم آنها را به سوی توحید الوهیت دعوت کردند. گفتند اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، شما یگانه الله را عبادت بکنید، بجز الله شما دیگر اله ندارید. این لات و منات و عزایی که عبادت میکنید همه اش این باطل است، این همه دروغ است، این همه سبحان الله چیزهای ساخته شما است. شما اگر این عبادت‌های بت را ترک نکنید کافر میشوید. مشرکا چی جواب میدادند؟ مشرکا میگفتند که ما نعبد الا ما الفین، او در دوام ما الفین علیه اباءنا، ما نتبع الا ما الفین علیه اباءنا، ما پیروی نمیکنیم مگرم به همون چیزی که پدر و مادرمون رو با همون چیز دریافت کردیم. معنای این عباره همین است که ما به همون راه می رویم که پدر و بزرگان ما رفتند، پدر و مادر ما رفتند. ما به همون راه می رویم که پدر و مادرمون نشان دادند. اطاعت پدر و مادر را از اطاعت الله و رسول پیش گرفتند و مشرک شدند و به جهنم رفتند. پس ای مسلمان، بله پدر و مادرت را باید احترام بکنی، اما وقتی که پدر و مادر مخالف قرآن و سنت شد، البته که قرآن و سنت باید گرفته شود. به خاطر پدر و مادر ریشت را نتراش، به خاطر پدر و مادر حجابت را ای خواهر عزیزم نکش، اطاعت نکن، چرا که اطاعت از الله میکنی. قصه معروف است، قصه جلیبیب رضی الله عنه، که یک مرد، البته حدیث صحیح است، یک جوانی بود، فقیر جوانی بود که صورت زیبا نداشت، به او کسی زن نمیداد. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند ای جلیبیب آیا میخواهی که زن بگیری؟ گفت به من کی زن میدهد؟ منی که فقیر، مال ندارم، صورت بشرم خنک است و اینقدر زیبا نیستم. پیامبر صلی الله علیه و سلم به جلیبیب گفتند به فلان خانه برو، یکی از خانه شرفمندترین، یکی از خانه‌ای که صاحب این خانه شرف داشت، صاحب این خانه دختری زیبا داشت و صاحب این خانه صاحب پول و مال بود، به یک خانه بای دختری زیبا. رفتند و گفتند که مرا به نزد شما رسول الله فرستادند و در شما یک دختری بوده است، باید این دختر رو به من نکاح بکنید. پدر و مادر این دختر راضی نشدند، اما ببینید که این دختری مؤمنه صالحه صحابیه چی گفت؟ ای پدر و مادرم بیستید، ای جوان مرد من راضی هستم به تو. پدر و مادرش میگه که راضی نیستیم، لیکن دختر میگه که نه من راضی هستم به تو، برای اینکه تو را به نزد من رسول الله فرستاده. و این آیت را میگوید که فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه ای یصیبهم عذاب علیم. بر حذر باشید، احتیاط باشید، خودتون را نگه دارید ای کسانی که مخالفت به امر رسول الله میکنید. بر حذر باشید که به سبب همین مخالفتی که شما به امر الله رسول میکنید به فتنه گرفتار میشوید، یعنی فتنه در این دنیا گمراه میشید و در روز قیامت به عذاب میروید. یعنی پیشی امر الله و رسول را هیچ چیز نباید بگیرد، نه پدر و مادر، نه زن و فرزند، نه دنیای، نه مال، نه چیزی. هر چیزی که الله و رسول گفت اگر نجات را خواستید همین رو باید قبول بکنید. انمین است کفر به طاغوت، انمین است که توحید الوهیت با همین سعی می شود. امروز از سبب فقر، از سبب اینکه مردم تاجیک در منطقه خود، در سرزمین خود نمی توانند که کار و فعالیت بکنند، اقتصاد ضعیف است، می روند به دولت‌های کفری به مانند روسیه و غیره و چنان به کفت و کاب پول مشغول می شوند که عبادت الله را ترک میکنند. به خاطر چی؟ به خاطر دنیا. دنیا برای اونها طاغوت شد.
بله شب و روز میبینید، شما این شب و روز میبینید که چنان مستی جمع کردن دنیا شدند و به خاطر دنیا دین الله را فراموش کردند. انمین طاغوت پرستی است. انمین انداد، یعنی شریک گرفتن به جز الله. شما چی را شریک گرفتید؟ شما دنیا را. شما چی را پیش گرفتید از دین، از عقیده، از توحید؟ دنیا را. ای جوانی که دنیا را، پول و مال و خانه و در و زن و فرزند و دیگر پدر و مادر و کرسی و خانه و در را پیش از دین میگیری، پیش از عقیده میدانی، بدان که در این دنیا و آخرت شرمنده و شرمسار و خار و ذلیل خواهی بود. و این سنت الله است و این سنت الهی در روی زمین است. بله شاید در درون زندگی از این نمود طاغوت پرست و دنیا پرستی کمی پولدار بشود، کمی زندگی خوب بکند، یک سال چند ساله، اما در آخر مرگ میبینید که خار است و ذلیل است. در آخر مرگش میبینید که به یک مریضی شدید گرفتار شده و بینهایت عذاب دردناک میکشد و اگر توبه نکرده بمیرد در روز قیامت ابدالابد خالدن مخلدن در نار میماند. برای آنکه عقیده اهل سنت و جماعت همین است که آتشی دوزخ پایان نمییابد و البته این عقیده اهل سنت و جماعت است. و من باب فایده میگیم که بعضی هم میگن که شیخ الاسلام ابن تیمیه و ابن القیم الجوزی گفتن که آتش دوزخ پایان نمییابد. این تهمت به شیخ الاسلام ابن تیمیه است، بلکه شیخ الاسلام ابن تیمیه در کتاب تلبیس الجهمیه و در کتاب در التعارض بین العقل و النقل و ابن القیم الجوزی در کتاب صواعق بیان میکنند که جهنم آتش نار ابدالابدی هست و مشرک در اونجا ابدالابد باقی میماند. پس هستند امروز کسانی که طاغوت پرستند. کیها؟ کسانی که کرسی دارند. از همه طاغوت پرستای بزرگترین امروز انمین لشکران طاغوت هستند. اینها طاغوت پرستای حقیقی که به چشم میبینید. از اداره های سود، از این کودکچه های شیطان، از این لشکرچه های شیطانی که در امنیت کار میکنند و خودشان را KGB میگن و خودشان را بزرگ حساب میکنند، از این دیگر میلیسه ها و غیره و از دیگر لشکران طاغوت که برای پیشرفت این یک نفر معین از این حاکم مرتد و کافر برای پیشرفت او حرکت میکنند، او را دفاع میکنند و برای نابود نشدن او شب و روز در حرکتند. دیگر انسان‌های سبحان الله معصوم الدم را، کسانی که خونشان حرام است، خونشان را میریزانند، زن است، کودک است، مرد است، همه را قتل میکنند. به خاطر چی؟ به خاطر دفاع طاغوت. تمام عمر خود را خزان کرده اند به خاطر دفاع طاغوت. سبحان الله. در آخر باز میبینید که شرمنده است، باز میبینید که گدا است، باز میبینید که نه خانه و جا دارد، باز میبینید که تمام مال ملکش دزدیده از مردم است و باز میبینید که همین طاغوت این خبیث‌های لشکرچه‌اش را، این طاغوت پرستان را خار و ذلیل کرده و در آخر الامر بعد از تمام شدن کار و فعالیت طاغوت پرستی، بعد از فرسوده شدن، بعد از جسمش به آخر رسیدن، عمرش به آخر رسیدن، به یک طرف به زباله، به موسور پرتافته می شود. و بعد از این باز اگر الله را شناخت نشناخت به نزد الله در حالت مشرکی و کفری به نزد الله. اینها طاغوت پرستانند. اینها اگر نماز خوانند، روزه دارند، حج می روند، چیکار نکنند، ریش میمانند، نمیمان، فرقی ندارد. اینها مشرکند. چرا؟ برادران عزیز و خواهران موحدم، برای اینکه اینها طاغوت پرستند، برای اینکه اینها کفر به طاغوت ندارند. طاغوت چیست؟ طاغوت اطاعت کردن یک انسانی که حکمش مخالف حکم الله است، دفاع کردن یک انسانی که حکمش مخالف حکم الله است و در اطاعت و دفاع همون انسان عمر خود را خزان کرد. انمین طاغوت پرستی است. پس کسانی که لشکر طاغوت هستند اینها طاغوت پرست هستند. اینها همه اش طاغوت پرست است و یگان نفر اینها کفر بر طاغوت ندارد و ایمان به طاغوت دارد. اینها ایمان به طاغوت دارد. هر لشکری که از این سیستم طاغوتی به اجازه خودش، به اختیار خودش، به اکراه
برای دفاع این طاغوت خودش را میبخشد، البته که این مشرک است و شرکش در اطاعت است و این طاغوت پرست است. سبحان الله. و چی بسیار شده است امروز این چنین خوبسا، این چنین نجسها، این چنین طاغوت پرستا که سری قدم این چنین انسانها را میبینید. باز اینها فخر میکنند که اینها یک طاغوت دارند، یک جناب دارند که به خاطر این جناب اینها به مردن و به تمامی سختی آرزومندند و دوست دارند همین راه را و طاغوتشان را دوست دارند. بله اینها کافرند، چرا که توحید الوهیت اینها صحیح نشد، چرا که رکن توحید را ترک کردند. اما هستند مؤمنها، موحدهایی که فقط الله را معبود خود اعلان کردند، فقط الله را عبادت میکنند و در این راه سبحان الله ثابت قدم می ایستند و در این راه صبر می کنند و بجز الله دیگر تمام معبودان را انکار می کنند و می گویند معبود من الله است رب العزت والجلال و بجز الله دیگر از این تواغید را زیر پا می کنم و برویش توف می کنم و اینها را اصلا اقرار ندارم. قانون من که اقرار می کنم این قانون رب من است که الله است. شریعت من، تنظیم من، کنستیتوسیون من این کنستیتوسیون الله است. به کسی سرخم نمی کنم، به کسی اطاعت نمی کنم، به کسی پیروی نمی کنم، به یگان سود طاغوتی مراجعت نمی کنم و قانونی کسی را قبول نمی کنم بجز او الله سبحانه و تعالی که یکتا است، یگانه است، شریک ندارد، غنی هست و ما فقرا هستیم و بی نیاز است و ما محتاج نیازمند او هستیم. انا اینها هستند. بله در ملت مسلمان تاجیک هم این چنین انسان ها هستند، زنده اند، پاینده اند و ان شاء الله اگر الله سبحانه و تعالی به اینها نصرت بدهد روز از روزها میبینیم که ملت تاجیک دوباره به سوی توحید باز میگردند. پس اینها طاغوت پرستند، طاغوت پرستایی هستند که این چنین صوفی ها را میپرستند. بله امروز یک مشکلی دیگری ما این است که انسان‌هایی هستند که نماز میخوانند، انسان‌های خوب هستند، اما وقتی که به او میگویی که الله و رسول گفته است میگوید که الله و رسول را به یک طرف مان، به من ایشانی من گفتند، پیری من گفتند، ملای من گفتند، حاجی من گفتند. به او میگویی که الله گفته است که شرک حرام است، میگوید که پیری من گفته است که هیچ چیزی نیست. به او میگویی که وسیله گرفتن قبر شرک اکبر است، مشرک میشوی. انمین بود شرکی مشرکین، سوره زمر آیت 3، سوره یونس آیت 18 ويدعون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفاعنا عند الله. در دوام آیت الله اینها را تکفیر کرد، مشرک گفت. او میگه که ایشون من میگه که هیچ گپ نیست. آیا اینها طاغوت پرست شدن یا نشدن؟ بله برادرم و خواهر عزیزم، این طاغوت پرست شد. برای چی؟ برای اینکه سخن الله و رسول را دید و دانست و اطاعت نکرد. شیخش را، امامش را، عالمش را، پیشوایش را، پیرش را، ایشانش را پیروی کرد، مشرک شد. انمین است که الله سبحانه و تعالی در سوره توبه گفت، سوره توبه 31 بود والله اعلم، که الله میگه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا. پیشوایان خود، علمای خود، عالمان خود را رب گرفتند بجز الله، یعنی سخن الله و رسول را ترک کردند و سخن پیشوایان خود را گرفتند. امروز میگویی که الله و رسول گفته است، میگوید که من قبول ندارم، من سخن ابو حنیفه را میگیرم. ابو حنیفه رحمه الله گفتند اذا صح الحديث فهو مذهبی، اگر حدیث صحیح باشد این مذهبی من است. پس آیا طاغوت پرست می شود یا نمی شود کسی که سخن الله و رسول را دیده و دانسته انکار میکند و سخن غیر الله و رسول را میگیرد؟ بله این طاغوت پرست است، این متعصب است و این مقلد گمراه است و این چنین انسان به این شرک است و این کفرش و به این انکار قرآن و سنتش عذری ندارد، چرا که این فهمید و این متعصب است. بارک الله فیکم. پس ای موحدین، شما تعصب به کسی نکنید،
شما متعصب به قرآن و سنت باشید. تعصب شما به قرآن و سنت به فهم سلف امت باشد. هر مسئله کس بگوید که قرآن و سنت با فهم سلف امت. بله دیگر انسان ها همه سخنشان گرفته می شود، قبول کرده می شود و رد کرده می شود. دیگر انسان ها معصوم نیستند. دیگر انسان ها خطا می کنند. الله به ما رسولش را فرستاده است صلی الله علیه و سلم و رسول الله به ما گفتند من به شما قرآن و سنت را ترک کردم، چنگ بزنید به سنت من و به سنت خلفای راشدین من. تا همان زمانی که شما به قرآن و سنت چنگ میزنید شما در خیر هستید. لن تضلوا بعد ان تمسکتم بهما. گمراه نمیشوید اگر شما به دو چیزی که من ترک میکنم چنگ بزنید، والقرآن و سنت، قرآن و سنت. آیا رسول الله گفتن یک چیزی دیگر رو؟ آیا رسول الله گفتن که من به شما ابو حنیفه رو ترک میکنم؟ آیا رسول الله گفتن که من به شما یک کسی دیگری رو ترک میکنم؟ نه، قرآن و سنت رو ترک میکنم. و به قرآن و سنت ما دیگر انسان رو میسنجیم. هر کسی که موافق قرآن و سنت باشد قبول است، هر کسی که مخالف قرآن و سنت باشد قبول نیست. لا يعرف الحق بالرجال انما الرجال يعرفون بالحق. بله در سندش کلام است، لیکن این سخن از علی روایت شده است. میگن از علی و غیر روایت شده است که میگویند حق با انسان ها شناخته نمیشد بلکه انسان ها با حق شناخته میشد. یعنی ما نمیگیم که حق فقط در فلان گروه در فلان آدم های معین است، نه، ما میگیم که حق در قرآن و سنت است و انسان ها کی حق بودنشون معلوم میشود؟ زمانی که موافق قرآن و سنت باشند. امروز مردم تاجیک، مردم بگویم مسلمان تاجیک، یک مصیبت سختشان این است که مقلد هستند. اینها متعصب هستند به یک انسان ها و نفرهای معین. وقتی که قرآن و سنت رسید قرآن و سنت را انکار میکنند، حتی بعضشون سبحان الله قبول ندارند. از همین جهت ما باید از این طاغوت پرستی هم دست کشیم. طاغوت پرستی، حاکم پرستی، طاغوت پرستی لشکر شدن، طاغوت پرستی دنیا پرستی، طاغوت پرستی پدر و مادر پرستی و طاغوتی که امروز عالم پرستی، بمانند این که عالم روی راست قرآن و سنت را انکار میکند، کسی می آید او را میگه که نه من طرفدار او هستم. عالمی که تو میبینی میگوید که الله در بالای آسمان نیست، الله در کجا است؟ میگوید که الله نه در آسمان است، الله نه در زمین است، الله نه در درون زمین است، الله نه در بیرون زمین است، الله نه در روبرویم، نه در پشتم، نه در پیشم. پس الله در کجا است؟ الله وجود ندارد در نزد او. لا مکان معناش همین است. الله لا مکان معنای درست هم دارد. معنای درستش همین است که بله ما اهل سنت و جماعت الله را نمیگیم که محتاج به مکان است. الله محتاج به مکان نیست، لیکن الله در بالا است، از همه چیز بالا است. اما گمراهان از اشعری و ماتریدی و جهمی و غیره و صوفی میگویند که الله در همه جا است. سوال اینجا است که الله در روبرو، در پشت، در کجا؟ نتیجه جای الله را گفته نمیتوانند و بالاخره در نزد اونها الله نابود می شود و اینها معطله می شوند. معطله. و البته که ما آیت های قرآن را که صریح آمده است، 6 آیت که میگه الرحمن علی العرش استوى، الله در بالای عرش است، الله در بالای آسمان است. امنتم من فی السماء، آیا ایمن هستید از اون ذاتی که در بالای آسمان است؟ در این مسئله کتاب ها از علمای سلف تا امروز نوشته شده است. آیات ها و احادیث واضح است، اجماع صحابه واضح است. به یک کسی گفته می شود آیت و احادیث میگه که نه من این آیت و احادیث و این تمام سخنهای علما را قبول ندارم، حتی سخن ابو حنیفه را قبول نمیکند، میگه که فلان ایشان. آیا طاغوت پرست شد؟ نشد. آیا عالم را رو بر روی قرآن و سنت آورد و قرآن و سنت را به خاطر عالم ترک کرد؟ بله، همون آیتی که اتخذوا احبارهم و رهبانهم با داخل شد. بله طاغوت پرست شد. بله توحید الوهیتش نابود میشد. پس خطرناک است. پس توحید الوهیت شما همان وقت صحیح می شود که کفر بر طاغوت ورزید و ایمان به الله بیاورید. و این دینی تمام انبیا بود.
تمام انبیا، تمام رسولانی که از جانب الله آمدند، از نوح تا محمد صلی الله علیه و سلم دعوت میکردند قومشان را و میگفتند که یگانه الله را عبادت بکنید و بجز الله دیگر اله ندارید، کفر بر طاغوت ورزید و ایمان به الله بیارید. سبحان الله. ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بتحقیق بدرستی که به همه امتهای گذشته، به همه امتها رسول را فرستادیم که می گفتند که ان اعبدوا الله، یگانه الله را عبادت بکنید، واجتنبوا الطاغوت و از طاغوت اجتناب بکنید. این دینی تمام انبیا است، این دینی اسلام است، این یگانه شرطی صحیح شدن ایمان و اسلام و توحید است و توحید الوهیت بدون کفر بالطاغوت به وجود نمی آید. فریفته این دیگر از دعوتگران راه شیطان نباشید، فریفته شرقشناسا و فریفته دیگر از این گمراهان نباشید که کفر بالطاغوت را اصلا بیان هم نمی کنند، قبول هم ندارند و در این باره صحبت هم نمی کنند. پس این است راه نجات، این است که تحقیق توحید، این است که ما را به سوی ایمان صحیح، توحید صحیح و به سوی جنت و برزاگی الله میبرد. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم. من به شما گفتم یک چند مسئله رو بیان میکنیم، لیکن الحمدلله در این حلقه فقط یک مسئله رو بیان کردیم و باذن الله در حلقه آینده دیگر مسائلی که توحید الوهیت به اون چیز صحیح نمیشد به شما بیان خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.